قدر یعنی چی؟ شبی که دارای قدر و منزلته. قدر و منزلت یعنی چی؟ یعنی قرآن در اون شب نازل شده و به شب قدر و منزلت داده. قرآن چند حرفه؟ 350,000 حرفه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند هر مسلمانی یک حرف از قرآن بخواند 10 تا حسنه دارد. من نمیگویم الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف و لام یک حرف و میم یک حرف. هر کسی 3 حرف بخواند 30 حسنه. 350,000 حرف. یک ختم قرآن می شود 3,500,000 حسنه. در ماه مبارک رمضان شب قدر هست. عبادت از 1000 ماه بهتره. 1000 ماه معادل چند ساله؟ معادل 83 سال. یک شب 83 سال به خدا نزدیک می شوید. 83 سال و 4 ماه و نیم. 1000 ماه معادل 83 سال و 4 ماه و نیم است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یک شب قدر که شاید هم تمام شد تو همین روزهای 21 و 22 و 23 و امید هست که هنوز جلو باشد. 25 و 27 و 29 باشد. خدا خوشش می آید. خدا یک شب فرستاده که در اون شب 83 سال و 4 ماه و نیم مسافت طی بکنی به خدا نزدیک بشوید. اگر کسی 5 تا شب قدر در 5 رمضان نصیبش بشود، 5 8 تا 40 تا 415 سال این عمر. بعد میگیم عمر ما کوتاه است. عمر ما کوتاه نیست. برکت از عمر ما رفته. بارزترین ویژگی ماه مبارک رمضان توبه است. این ماه رمضان برای توبه کردن هست و بهترین دعایی که در شبهای قدر انسان از خدا میطلبد این دعاست. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال فرمودند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم اگه شب قدر رو ملاقات کردم چه دعایی بطلبم؟ راهنمایی بفرما. گفت این دعا: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو با گذشت هستید و گذشت کردن را دوست دارید و عفو و بخشش از بندگان گناهکار و تقصیرکار را دوست دارید. خدایا نگاه به بدی ما نکن، نگاه به خوبی خودت بکن. خدایا نگاه به تقصیر ما نکن، به جرم ما نکن. خدایا نگاه به رحمت خودت بکن. خدایا ما در ماه رمضان از تو هیچی نمی‌طلبیم، فقط بخشش می‌طلبیم، مغفرت می‌طلبیم، رحمت می‌طلبیم، بهشت می‌طلبیم. به تو پناه میبریم از خشم و غضب تو و جهنم تو. خدایا دستای ما را خالی بر نگردان و امید ما را ناامید نگردان.